2 دقیقه. همینقدر زمان کافی بود تا یک پسر نروژی همه دنیا رو دیوونه کنه. ارلینگ هالند، ماشین گلزنی که انگار برای شکستن رکوردها ساخته شده. سال 2000 در لیدز انگلیس به دنیا آمد. پدرش فوتبالیست حرفه‌ای بود. از همون بچگی سرعت، قدرت و آتش گلزنی تو وجودش بود. در لیگ قهرمانان 2019 با هتریک در اولین بازی دنیا برای اولین بار اسم هالند رو با ترس شنید. در بورسیا دورتموند ثابت کرد یک ماشین گلزنی واقعیه. مدافعا هیچ راهی برای متوقف کردنش نداشتن. تو 2022 منچستر سیتی 60 میلیون یورو پرداخت کرد و این یکی از بهترین خریدهای تاریخ بود. رکورد گل‌های لیگ برتر رو در همون فصل اول شکست. هالند فقط 24 سالشه. آیا میتونه رکوردهای رونالدو و مسی رو هم نابود کنه؟ ماشین گلزنی نروژی یا به قول هوادارا وایکینگ مرگبار، آینده فوتبال بدون شک با نام هالند گره خورده.